یه مطلبی من در مورد کارواشیای عزیز بگم. دوستانی که کار کارواش انجام میدن یا تجهیزاتی دارن که توی آب کار میکنه و با آب سر کار دارن، حتما برای محافظت از کارگرای خودشون، اونایی که برق سه‌فاز دارن، حالا چه سه‌فاز چه تک‌فاز، حتما برای دستگاه‌های برقیشون حتما یه محافظ جام بذارن. الان این آقا اومده پمپ کارواش اینجا گذاشته و از اون قسمت همین کابل مشکی که میبینین اینجا اومده، برای اینجا قراره که یه تجهیزات حفاظتی قراره نصب بکنه. حتما یه محافظ جام بذارین. اگه یه موقع خدایی نکرده این دینام اینا، موتور اینا دچار اتصال بدنه بشه، خب آب به حال این آب رد برق رسانا هستش و ممکنه اون کارگرتون یا حالا اگه کارگرتون نباشه افرادی که اینجا حضور دارن میان دچار برق گرفتگی بشن و حتما یه محافظ جام بذارین. خیلی ها میگن که آقا جان نه اذیتمون میکنه، قطع میکنه، به جای اینکه بیان مشکل رو رفعش بکنن میان کلا صورت مسئله رو حذفش میکنن. میگن آقا وقتی که اون فیوزش میپره یا حافظ جان عمل میکنه حتما یه ایرادی موتور داره که این قطع میکنه یا چیز نمیکنه. حالا در خصوص کارواشا هست، اونایی که توی ساختمونا و دستگاه‌های ویبره کار میکنن، ویبره‌های برقی که سه‌فاز هستش، من دیدم ویبره‌ها رو چون یک سره تو آب سیمان هستش و اینا حوصله نمیکنن بابت رفع اون مشکل و از موقع میشه که داخل اون موتورش آب میره یا رطوبت خیلی زیادی داره، خب دستگاه حافظ جان تشخیص نشی جریان میده و سریع قطع میکنه. حتما یه محافظ جان بذارین و مگه چقدر میخواد هزینه برداره که شما حالا هر دفعه اگه مشکلی پیش میاد یه دونه متخصص بگیم بیاد نگاه بکنه ببینه علتش چیه. شاید درسته ممکن حالا مشکل اساسی نباشه، ممکن چیز ساده باشه، ولی خب به نظر من ارزشش داره به خاطر یه مبلغ جزئی، حالا 300 تومان 400 تومان 500 تومان هر چقدر، بیشتر از این که نمیگیرن. یه نگاهی بکنن به موتور، پمپ رو یه نگاه بندازن، این اگه مشکل داره مشکل رو رفعش بکنن.